سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به این ویدیو. من متین آرام هستم و در این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چه جوری برنامه استیم رو نصب بکنید و اکانت بسازید. در واقع خیلی کار ساده ایه، بریم که داشته باشیم. اولین کاری که میکنیم اینه که وارد مرورگرمون میشیم و سرچ میکنیم استیم. همون اولین سایت خود استیم هستش و سایت اصلی استیمه. واردش میشیم. در اینجا اینستال استیم اولین گزینه سبزیه که میتونید ببینید. رو همین کلیک بکنید تا دانلود بشه. اینستال استیم فور ویندوز میتونید اینجا تنظیم کنید برای مثلا گزینه دیگه ای باشه، مثلا تو مرورگرتون یا حالا هرچی. اینجا همه چی رو نشون میده. واو، افراد آنلاین و پلی نه. او چقدر آدم دارن پلی میدن، چقدر قشنگ. خب اینو میزنید تا دانلود بشه. فایلی که داره دانلود میشه کلا 2 مگه. همین الان دانلود شد، هیچ نفهمیدیم چی شد. بعد اینو اوپن بکنید که نصب کننده استیم بیاد بالا. اینو که بزنید زبان و این چیزاشو تنظیم میکنید کجا نصب بشه و اینا. میرید میزنید روی نصب و فکر میکنم یه 200 مگابایتی بازم دانلود داره. بعد اینکه نصب کامل انجام بشه باید دانلود هم بشه که بتونید وارد برنامه بشید. خلاصه ما فکر میکنیم همه این کارا رو کردیم. وارد استیم میشید. شما وارد این صفحه میشید. از اونجا که هیچ اکانتی ندارید نمیتونید اسم اکانت و پسورد بزنید. پس میاد اینجا کرییت فری اکانت رو میزنید. اینجا از شما ایمیل میخواد. ایمیلی که دارید رو وارد بکنید. در اینجا هم دوباره همون ایمیل رو میخواد. شما میتونید همین رو کپی بکنید و اینجا وارد بکنید. در این قسمت کانتری آف خیار، اینجا نمیدونم چی نوشته، شما میتونید خیار صداش کنید. کانتری آف خیار. در اینجا میتونید کشور اکانتتون رو تعیین بکنید. این به معنی اینه که شما برای خریدن بازی از پول و قیمت اون کشور استفاده میکنید. شاید اینطور باید بگم، داخل مثلا آمریکا بیشترین قیمت وجود داره برای بازی هایی که میخواید بخرید. اگه بخواید یه بازی بخرید خیلی گرون میشه تو آمریکا. گزینه ایران وجود داره ولی هیچ وقت نزنید روش، چون ما جدیداً داریم متوجه میشیم که بند میشن آدمای ایرانی و کلا ایران اصلا که اشتباهه. ایران رو نزنید، هر طوری هستش. پیشنهاد من به شما اوکراین هستش که جدیداً همه ایرانی‌ها دارن میذارن روی اوکراین، چون اینجا کمی بازی‌ها ارزان‌تر هستش برای خرید. در این گزینه باید تایید بکنید که شما انسان هستید، یه ربات نیستین. مثلا چقدر عجیب. چی میگه؟ پیک آل میگه حیوانات زیر آب رو انتخاب کنید. حتما همونطور که دیدید موفق شدم. من آدمم. این تیک رو حتما بزنید. میگه که شما بیشتر از 13 سال دارید. اگه ایمیلی که ساختید بالای 13 سال نیست اصلا اکانت نسازید، برید عوضش کنید. باید بکنیدش بالای 13، بالای 18، بالای 20 تا بتونید وارد هر سایتی و تا بتونید هر کاری که دلتون بخواد بکنید. کانتینیو. اگه این صفحه رو دیدید یعنی همه چی حل شد. شما همین الانش هم اکانت ساختید. به جیمیلی که من دادم یه ایمیل اومده، داره میگه که واردش بشو و وریفایش بکن. فقط یه گزینه است. باید وارد جیمیلم بشم. گوگل ترنسلیت نه، ببخشید، من وارد جیمیلی میشم که دادم، همون الان نوشتم. اول ایمیلی که اومده همینه، از استیم واردش میشیم. verify my email address. این گزینه رو میزنید. خب واسه من نمیشه. نکتهش اینجاست که من با همین ایمیلی که دادم اکانت ساختم و دارم اکانت. فقط میخوام بگم که شما باید این کارا رو بکنید. اینجا میاد شما میگه که وریفای شد، فقط وارد استیم بشید. زمانی که وریفایتون رو انجام بدید و وریفای بشه کلا این صفحه عوض میشه و شما وارد این یکی صفحه میشید. فرض میگیریم که صفحه شد این. متوجه چی میگم؟ درسته. وقتی این صفحه باز میشه و کلا صفحه این میشه، اولین گزینه از شما میخواد که اکانت نیمتون رو تعیین بکنید. چه اسمی میخواید داشته باشه؟ اسم اکانتتون خیلی مهمه. حتما اسمی که میخواید بمونه رو بذارید، چون بعداً عوض کردنش ممکنه دردسرساز باشه. خیلی دردسر نداره ولی باز رو مخه. اسمتون رو تنظیم میکنید. اونجا خودش به شما میگه چه اسمی باید انتخاب کنید. مثلا عدد باید داشته باشه اسمتون استفاده شده یا نه، اسمی که گذاشتید درسته و از این چیزا. بعد از اینکه اسمتون رو تنظیم کردید، پسورد خودتون رو انتخاب میکنید. یه پسورد مینویسید و دوباره تکرارش میکنید و بعد داون رو میزنید. زدن گزینه داون، بذار اینو ببندم. شما وارد همین صفحه میشید. کلا اون صفحه قبلی پاک میشه. در اینجا اسمی که نوشتید در اون اولین گزینه وارد میکنید و بعد پسوردتون رو وارد میکنید
و بعد ساینین رو میزنید. نهایتا شما وارد استیم میشید با اکانتی که تازه ساختید. میتونید خودتون تنظیم کنید که عکس اکانتتون دقیقاً چی باشه. بعد از اینکه این صفحه باز شد، شاید شما بخواید یه بازی دانلود بکنید. مثلا بازی‌های رایگان رو بخواید پیدا بکنید. اگه نمیخواید بخرید البته. اگه میخواید بخرید که همینجا میاد سرچش میکنید بازی که میخواید پیدا میکنید. اینو نگاشه تخفیف خورده. 100% تخفیف. بخریمش؟ چی هست؟ برای پیدا کردن بازی‌های رایگان میتونید وارد مرورگر بشید، دوباره استیم رو سرچ بکنید، وارد سایت بشید، گزینه براوز رو میزنید. همینجا هستش فری تو پلی. روی این که کلیک بکنید تمامی بازی‌های رایگان واسه شما نشون داده میشه که دقیقاً کدوما رو میتونید دانلود بکنید، رایگان آنلاین بازی بکنید. با پیدا کردن بازی که میخواید اسمش رو میتونید همینجا کپی بکنید و وارد استیم بشید یا حفظ بکنید، اصلا از روش بنویسید هر جور دوست دارید. اسم رو وارد بکنید و اینتر بزنید. بازی شما اینجا هستش، کاملا رایگان. تازه دیدید این دیگه چیه خدای من؟ وای اینو سانسور کنه ای وای. آره خلاصه میتونید اینجوری بازی که میخواید رو دانلود بکنید و وارد لایبرری شما میشه. بازیایی که میخرید یا بازی‌هایی که رایگان بوده یا اونایی که تخفیف خورده، هر بازی که کلا شما زدید روی دانلودش میاد اینجا تو لایبرری شما قسمت هوم و از اینجا میتونید دانلودها رو چک بکنید. دقیقاً این گزینه. مثلا من کال آف دیوتی آپدیت داده، آپدیت نکردم، باید بزنم روش تا آپدیت بشه. خب خلاصه آموزش همین بود، اما یه نکته‌ای وجود داره. در چنل من یه ویدیویی میتونید پیدا بکنید که آموزش نصب و اجرای بازی‌های کاملا پولی استیم به صورت رایگان هست که میتونید با دوستانتون آنلاین اجرا بکنید و بازی بکنید، بازی‌هایی که باید بهشون رو بپردازید در حالی که هیچ چی نپرداختید، هیچ پولی وجود نداشته. شما رایگان میتونید بازی‌های پولی رو اجرا بکنید. مثلا میخواید یه بازی مثل بازی هیومن فال فلت رو با دوستانتون انجام بدید، نیاز نیستش که حتما این بازی رو بخرید، میتونید با این آموزش انجامش بدید. من خودم گیم پلی هیومن زیاد خواهم گذاشت، من زیادی حرفه‌ایم تو این بازی. خب تموم شد دوستان، ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. خوشحال میشم که نظرتون رو در کامنت زیر همین ویدیو به من بگید، حتما جوابتون رو میدم چون تازه کار هستم. اگه خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنید، اگه کارآمد بود لایک رو بزنید، نمیزنیدم نزنید. آفرین. تا ویدیوهای آینده من متین آرام هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.